بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. و اگر ایشان ایمان می آوردند و پرهیزگاری می کردند، حقا که پاداششان نزد خداوند بهتر می بود اگر می دانستند. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب ألیم. ای مؤمنان، با پیامبر رعینا مگویید بلکه انظرنا بگویید، یعنی پیامبر را به الفاظ خطاب نکنید که از آن تعبیر اهانت آمیز شود و به گفته او گوش بدهید. کافران را عذاب دردناک است. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نه آنانی که از جمله اهل کتاب کافر شده اند و نه مشرکان، هیچ کدامشان نمیخواهند که از پروردگار شما بر شما چیزی از نیکویی نازل شود، اما خداوند هر کی را بخواهد به رحمت خاص خیش اختصاص میدهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما اگر وحی را نسخ کنیم یا آن را به فراموشی بسپاریم، سپس بهتر از آن یا همانند آن را می آوریم. آیا نمیدانی که خداوند بر همه چیز قدرت دارد؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا نمیدانی که پادشاهی آسمانها و زمین از آن خداوند است؟ جز خدا شما را نی کارسازی است و نی هم یاری دهنده.